همه موجودات طعم مرگ را می‌چشند و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت. بگو مرگی که از آن می‌گریزید قطعاً شما را در خواهد یافت. سپس به سوی داننده نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید و او شما را به آنچه کرده اید آگاه می‌سازد و از مرگ فرار می‌کنید با پناه بردن به بیمارستان‌ها، با فرار کردن از خطرها، با خوردن داروها، با خرج کردن پول در راه دوا و درمان. شماهایی که از مرگ گریزانید و هیچ راه گریزی از مرگ ندارید. عایشه فرمودند که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود کسی که لقای خداوند را دوست داشته باشد خداوند لقایش را دوست خواهد داشت و کسی که از لقای خداوند اکراه داشته باشد خداوند هم از لقای او اکراه خواهد داشت. عایشه گفتند اما همه ما از